لذیذترین گوشت برای گرگ ها، پلنگ ها، خرس ها خوردن گوشت سگه. گرگ ها اغلب به راحتی اغلب نژاد سگ ها رو میکشن، اینو روستایی ها میدونن، اما گرگ ها از درگیری با سگ ها در 2 ماه ابا دارن، در بهار و در تابستان، چون کوچکترین زخمی اگر بخورن در درگیری با سگ ها عفونت میکنه، کرم میفته و نهایتا گرگ ها میمیرن و لذا شکار سگ ها رو میذارن برای فصلش، یعنی پاییز و زمستان. یه پیامی تو این قضیه هست، تو این درس طبیعت. اگر میبینید بعضیا واقشون زیاده، سرصداشون زیاده، بعضیا سرشون تو لاک خودشونه، آهسته میرن آهسته میان، فصلش نشون.